با سلام و عرض ادب خدمت شما عزیزان که منو همراهی میکنین و انرژی مثبتی بهم میدین. اینجا میخوام بایدها و نبایدها در مورد میوه‌ای که همین الان وقت چیدن و مصرفش است رو خدمتتون بگم. بسیاری از ما عادت داریم در وعده صبحانه پنیر مصرف کنیم و اغلب هم به تنهایی پنیر مصرف میشه که یک عادت اشتباهه و بلغمزاست و فرد رو دچار رخوت، سستی، بیحالی و کندی در یادگیری و کاهش تمرکز ذهن میکنه. این میوه اگه دقت کنین یک شگفتی در شکل و شباهت آن با مغز انسان وجود داره. یعنی مغز اون میوه و مغز انسان دقیقاً شبیه به هم هستند و باید ما در مصرف آن دقت لازم رو داشته باشیم. غده پاراتیروئید که وظیفه تنظیم کلسیم و فسفر بدن و جذب آنها به عهده داره، کلسیم و فسفر رو با یکدیگر میشناسه. بنابراین اگر ما به تنهایی کلسیم مصرف کنیم، غده پاراتیروئید فسفر رو از مغز برمیداره که موجب کندذهنی میشه و پس به عنوان غذا توصیه طب سنتی اینه که در وعده شب کلسیم رو به همراه فسفر مصرف کنیم. چرا؟ چون میزان ترشح توسط غده پاراتیروئید در شب صورت میگیره. پس میشه اشاره کرد که پنیر را به همراه مصلحات آن مثل گردو، زیره، سیاهدانه و آویشن در وعده شب مصرف کنیم. اما گردو در گروه مغزهای میوه ها مثل چهارمغز که جزو بهترین مغزها هستند نیز قرار داره که به تنهایی یا به همراه دیگر مغزها در روز بعد از غذا برای افزایش وزن و انرژی در ورزشکاران و قبل از غذا نیم ساعت حدوداً برای کاهش وزن و کاهش اشتها استفاده داره. بنابراین سعی کنیم از عادتهای علمی و درست استفاده کنیم. امیدوارم همیشه در جهت سلامت زندگی قرار بگیرید و اینکه منو هم فالو کنید. ممنونم از شما. بدرود.